بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای به پدر شهیدم محمد ناصر ناصری. بابا جان باز سلام. ای پدر جان منم زهرایت، دختر کوچک تو. ای امید من و ای شادی تنهایی من، به خدا این 100مین نامه بود. از چه روحی جوابم ندهی؟ یاد داری که دم رفتن تو دامنت بگرفتم؟ من به تو میگفتم پدر این بار نرو، پدر این بار نرو. من همان روز فهمیدم سفرت طولانی. از چه رو ای پدرم تو به این چشم ترم هیچ توجه نکنی؟ به خدا خسته شدم، به خدا خسته شدم، به خدا قلب من آزرده شده. چند سال است که من منتظرم هر صدایی که ز در می آید، همچون مرغی مجروح پا به رحمه توی در تاختم. الهی داغ تو بس که عکست به بغل بگرفتم، رنگ از روی من و عکس شما هست رفته است. من و داداش رضا بر سر عکس تو دعوا داریم. او فقط عکس تو را دیده پدر، با جمال تو سخن میگوید. مادرم از تو برایش گفته او فقط بوی پدر را ز لباست دارد. بس که پیراهن تو بوییده، بس که در حال دعا رو به سجاده تو اشک فشان نالیده. طاقتش رفته دگر، پای او سست شده، دل او بشکسته. به خدا خسته شدیم، به خدا خسته شدیم. پدرم گر تو بیایی به خدا من ز تو هیچ تقاضا نکنم. لحظه از پیشت جای دیگر نروم. هر چه دستور دهی من بلافاصله انجام دهم. همه دم بر رخ ماه و قدمت بوسه زنم. جان زهرا برگرد، جان زهرا برگرد. دائما میگویم مادرم، هر که رفته از سفر برگشته، پدر دوست من، پدر همسایه، پدران دیگر، پس چرا او سفرش طولانی؟ او کجا رفته مگر؟ او که هرگز دل بیمهر نداشت. او که هر روز مرا میبوسید، او که میگفت برایش به خدا دوری از ما سخت است. پس چرا دیر نمود؟ آری من میدانم که چرا غمگین است. پدر ای نور چشمان تر من، علت تأخیرش من فقط میدانم. آخر آن موقع ها حرف قرآن و خدا و دین بود. کربلا بود و هزاران عاشق. بابا جون. همه مسئولین چون رجایی و بهشتی بودند. حرف یک رنگی بود. ظاهر و باطن افراد هم فرق نداشت.
همه خواهرها زیر چادر بودند. صحبت از تقوا بود. یا صاحب الزمان. همه جا زیبا بود. پاک هم بوی شهادت میداد. جای رقص و آواز همه جا صوت دعا می آمد. یا صاحب الزمان. کوچه ها راست و مردم همه راست، همگی رو به خدا، همه خطها روشن، خوب و خوانا بودند. حرف از ایمان بود، حرف از تقوا بود. اما امروز پدر درد دل بسیار است. همه آنچه به من میگفتی رنگ دیگر دارد یا بسی کم رنگ است. من که میترسم تنها به خیابان بروم. مادرم میترسد. او به من میگوید در خیابان خطر است. بر سر بعضی ها چادری پیدا نیست. مویشان بیرون است. همه عینک دارند. به نظر می آید چشمشان معیوب است. راهشان پیدا نیست. خط گچ گشته هنر. بی هنرها همگی خوب و هنرمند شدند. کجروی محبوب است. در مجالس و سخنرانی ها جای زیبای شهیدان خالی است. یا اگر هست از آن بوی ریا می آید. بابا نام های شهدا یک از روی اماکن همه بر می دارند. از دل غم زده ما همگی بیخبرند. یا نه بهتر گویم بر روی اشک یتیمان شهید جنگ شادی دارند. سرقت مال عمومی هنر است. حرف از آزادی، حرف از رابطه با آمریکاست. آری من میدانم علت قصه و اندوه تو با این است. من این بار می نویسم که اگر بازگشتن ز برایت سخت است ما بیاییم برد. تو فقط آدرست را بنویس در کجا منزل توست. مادرم میداند. او به من میگوید پدرت پیش خداست در بهشتی زیبا با همه همسفرانش آنجاست. خانه‌اش هم زیباست. با حضرت خامنه‌ای هم میگفت دخترم غصه نخور، پدرت خندان است، دوستت می‌دارد. تو اگر گریه کنی پدرت هم به خدا می‌گرید. همه شب لحظه خواب پدرت می‌آید، صورتت می‌بوسد، دست بر روی سرت می‌کشد. او من از آن لحظه دگر شاد و خوشحال شدم. از خدا می‌خواهم تا که جان لازمم است تا حیاتی باقی ربرم چون پدری بر سر من زنده بود. چهره زیبایش چون جمال مه تو شاد و پرخنده بود. من به تو قول دهم که دیگر از این پس این همه اشک غم از دیده نریزم بابا. همچو مادر دیگر از فراق رویت نیمه شب نوحه و زاری نکنم. تو فقط ای پدرم از خدایت بطلب که من و مادر و این امت اسلامی ما همگی چون تو پدر راه ما راه شهیدان باشد. دائما بر سر ما سایه رهبر و قرآن باشد.
پدرم خندان باش، من به تو مفتخرم، من به تو